همراه پادکست کردیا و 6 کلاه تفکر هستیم. یک رویکرد جذاب و مؤثر برای تحلیل و ساماندهی تفکر که توسط ادوارد دو بونو معرفی شده. در قسمت 5 از این مجموعه روی کلاه زرد تمرکز خواهیم کرد. با من همراه باشین تا بررسی کنیم که کلاه زرد چطوری میتونه در آموزش زبان نقش داشته باشه و تأثیرات اون چیه. کلاه زرد تفکر نشانی از خوشبینی و فرصته. وقتی کلاه زرد رو بر سر میذارین، شما به فرصت‌ها، مزایا و نقاط مثبت موضوعات مختلف نگاه می‌کنید. در زمینه یادگیری زبان، کلاه زرد به شما کمک می‌کنه تا دلایل یادگیری زبان جدید رو شناسایی و روی اونا تمرکز کنید. این دلایل میتونه شامل فرصت‌های شغلی، ارتباط با فرهنگ‌های جدید و امکان سفر به کشورهای خارجی باشه. نقش کلاه زرد در آموزش زبان. 1. ایجاد انگیزه. با تمرکز بر مزایا و فرصت‌های یادگیری زبان آموزان بیشتر انگیزه پیدا می‌کنند. اونا به جای نگرانی درباره چالش‌ها بر اهداف و دستاوردهای پیش رو تمرکز می‌کنند. 2. بهبود تفکر خوشبینانه. تفکر مثبت و خوشبینانه میتونه به زبان آموزان کمک بکنه تا با اشتیاق و اعتماد به نفس به یادگیری زبان بپردازن. این رویکرد باعث میشه زبان آموزان با انرژی و انگیزه بیشتری به تمرین و یادگیری بپردازند. 3. شکل‌گیری تجربیات مثبت. وقتی زبان آموزان بر روی نکات مثبت یادگیری زبان تمرکز می‌کنند، تجربه یادگیری اونا لذت بخشتر و مفرح‌تره. این امر باعث میشه زبان آموزان به یادگیری علاقه بیشتری نشون بدن و احساس موفقیت کنند. 4. تمرکز بر دستاوردها. زبان آموزانی که با رویکرد کلاه زرد به یادگیری میپردازن میتونن به راحتی دستاوردهای خودشون رو ارزیابی کنن و از پیشرفت خودشون لذت ببرن. این امر به ایجاد حس مثبت و پیشرفت مداوم کمک میکنه. تأثیرات کلاه زرد در آموزش زبان. کلاه زرد باعث میشه زبان آموزان به جای تمرکز بر موانع و دشواری‌ها به چشم‌انداز مثبت و روشن یادگیری زبان توجه کنند. این رویکرد میتونه به ایجاد تجربه مثبت و انگیزه دهنده به زبان آموزان کمک بکنه و در نهایت باعث افزایش موفقیت در یادگیری زبان بشه. در نهایت کلاه زرد به شما کمک میکنه تا با دیدی مثبت و نگاهی امیدوارانه به موضوعات بپردازید و از فرصت‌ها بهره مند بشین. پس چرا این رویکرد رو در زندگی روزمره و یادگیری زبان خودتون به کار نگیرین؟ ممنون که به این قسمت از پادکست کردیا گوش دادین. امیدواریم که این بحث به شما کمک کرده باشه تا دیدگاه جدیدی نسبت به یادگیری زبان پیدا کنید. تا قسمت بعدی، خداحافظ همگی.